بسم الله الرحمن الرحیم ولیعلم الذین اوتوا العلم، تا که بدانند الذین، کسانی که اوتوا العلم الله برشان علم داده، علم قرآن و علم سنت، انه الحق من ربک، آنچه که از جانب الله نازل میشه او حق است و توحید است، من ربک، از جانب پروردگارت است، فیؤمنوا به، باز به او ایمان میارن، فتخبت له قلوبهم، باز نرم میشه از مسلمان های موحد توسط آیات قرآن قلبهایشان چی میشن؟ نرم میشه. و ان الله لهادی الذین آمنوا، یقین داشته باشین که الله متعال هدایت کننده هست الذین، کسانی را که آمنوا ایمان آوردن، الی صراط مستقیم، به راه راست. میگه این گپای سابق بود، میگه نه تا روز قیامت دوام داره. ولا یزالو، لا نفی است، یزالو هم نفی است. منفی و منفی چی میشه؟ مثبت میشه. قانون ریاضی میشه همی است، منفی و منفی مثبت میشه. خب اینا الله متعال میگه ولا یزال، و همیشه می باشند الذین، کسانی که کفر و کافر هستند، فی مریت منه، در شک، در قرآن شک می داشته باشند، در سنت شک می داشته باشه کافرا، در شخصیت پیغمبر شک می داشته باشه کافرا، در شخصیت ازواج مطهرات شک می داشته باشن کافرا، در شخصیت صحابه کرام شک می داشته باشن کافرا، حتی تأتیهم الساعه، تا زمانی اینا در شک زندگی میکنن که قیامت به بغتتا، ناگهان یک دفعه میگیریشانه، او یاتی عذاب یوم عقیم، یا بگیریشان عذاب روز نهایت. عقیم که اموت بسیار جذاب است که دیگه بازوی چیز نمی باشه. مرد عقیم کدامه؟ که مرد عقیمه که اولاد نداره، میگه عقیم است. روز عقیم کدامه؟ یعنی روزی که دو هیچ دیگه باز خیر نیست دیگه. کلمه بخوانی به دردت نمیخوره، نماز هم بخوری به دردت نمیخوره، عبادت هم بکنی به دردت نمیخوره، تسلیمش خلاص است. الملک یومئذ لله، باز الله متعال میگه آله بخیزه، نه شما خود دعوا میکنید که من رئیس جمهور فلانی جای هستم و من رئیس جمهور فلانی جای هستم و پرزیدنت هستم و پادشاه هستم و کینگ هستم. بخیزه نه، الملک، تمام مالکیت، تمام سلطنت، تمام حکومت، تمام قدرت، یومئذ، در آن روز، لله، خاص برای الله می باشه. این حکومت ها اصلا خب مالکیت خود از الله هست، اما میگه در قیامت حتی همین مالکیت های مجازی که بعضی کسا مجازن یک مالک یک چیز است، او هم از بین میره دیگه. هیچ کس هیچ چیز نداره، کلش مربوط الله است. وقتی که الله حاکم است، حکومت به دست الله هست و حاکمیت مربوط الله هست، یحکم بینهم، باز الله فیصله میکنه، حکومت میکنه در بینشان. فالذین آمنوا، پس کسانی که ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، اعمال صالح کردن، فی جنات النعیم، در جنت های پر از نعمت میباشند. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن، و کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردن به آیات ما، فاولئک لهم عذاب مهین، بر از اینا عذاب بسیار توهین کننده هست. یکی عذاب علیم است که درد داره، یکی عذابی است که در پالوی عذاب توهین و تحقیر هم میشن. والذین، اما کسانی که هاجروا، هجرت کردن، فی سبیل الله، در راه الله، ثم قتلوا، باز به شهادت رسیدن، کشته شدن، او ماتوا، یا به مرگ خود عادی مردن، لا یرزقنهم الله رزقا حسنا، الله بر از آنها رزق بسیار نیکی که در جنت است نصیب میکنند. و ان الله له خیر الرازقین، و الله متعال اگر در دنیا هم برشان رزق بده، بهترین روزی دهنده ها هست. لا یدخلنهم مدخلا یرضونه، الله متعال بر از اینا جایی را میته که باز اینا از او راضی میشن. وقتی که صحابه هجرت کردن، جهاد کردن، الله متعال باز برشان حکومت داد که باز از حکومت اسلامی که در مدینه منوره بود بسیار راضی بودن. و ان الله لعلیم حلیم، یقین داشته باشین که الله متعال هم با خبر است و هم بردبار است. زود کسی را در یک گناه و یک کفر زود نمیگیره، بلکه برش فرصت میده. ذالک، و این حکم به خاطر چی است؟ و من عاقب، و کسی که عقوبت کند، به مثل ما عوقب، به مانند آنچه که عقوبت کرده شد، به به آن، ثم بغی علیه، باز زو بالای زو بغاوت یا ستم کرده شد، لینصرنه الله، باز الله او را نصرت میکنه. ان الله لعفو غفور، الله متعال هم عفو کننده هست، هم چی است؟ هم بخشنده هست. یعنی اگر کسی یک گناه کرد، باز در مقابل از گناه خود او عقوبت شد، جزای از او را دید، اما با وجود که جزا دید، باز سرازی چی شد؟ باز سرازی ظلم اضافی شد. الله متعال باز همین مظلوم نصرت میکند. ذالک بان الله، ای به خاطر ازی است که الله متعال یولج اللیل فی النهار، داخل میکنه شب در روز، و یولج النهار فی اللیل، و داخل میکنه روز در شب. و ان الله سمیع بصیر، و الله متعال بسیار شنوا و بسیار بینا هست. ذالک بان الله هو الحق،
به خاطر از اینکه یقین داشته باشید که الله متعال حق است، یگانه هست، و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، و هر آن کسی را که اونا به غیر از الله طلب میکنن، عبادت میکنن، دست دعا به بارگاهشان بلند میکنن، این کل چیز از باطل است. باطل یعنی شرک است. حق توحید، باطل شرک. و ان الله هو العلی الکبیر، و یقین داشته باشید که الله متعال علی بسیار بلند مرتبه هست، الکبیر و بسیار بزرگ است. الم تر ان الله، آیا ندیدی از عقلت کار بگی که کی ای آب از آسمان نازل میکند؟ ان الله، یقینا که الله متعال انزل من السماء ماء، نازل میکند آسمان آب را، فتصبح الارض مخضرا، باز میگردد زمین سرسبز. ان الله، یقین داشته باشید که الله متعال لطیف، بسیار مهربان است، خبیر، بسیار با خبر است. له ما فی السماوات، برای الله است. این توحید در چی هست؟ در حاکمیت و رد شرک در تصرف. له خاص برای الله هست تصرف به ما آنچه که فی السماوات در آسمان ها هست و ما فی الارض و آنچه که در زمین است. و ان الله، و یقین است که الله متعال له الغنی الحمید، بسیار غنی هست و حمید، بسیار حمد ستوده شده است. این توحید اسما و صفات است. الغنی یکی از اسمای الله، الحمید دیگه از اسمای الله، اللطیف دیگه از اسمای الله، الخبیر دیگه از اسمای الله. الم تر ان الله سخر لكم، آیا ندیدین، فکر نکردین، تحقیق نکردین که الله متعال مسخر کرده، تابع کرده، رام کرده، لکم برای شما، ما فی الارض آنچه که در زمین است، والفلک التي تجری فی البحر، همچنان بر شما کشتی که جریان پیدا میکنه یا حرکت میکند در بحر به امره، به امر الله. و یمسک السماء، و الله متعال حفظ میکند، نگه میدارد آسمان را، ان تقع علی الارض، که بیفتد بر زمین، الا باذنه، مگر وقتی که اذن و اجازه الله متعال شده باشه. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، یقینا که الله متعال به بنده های خود بسیار رؤوف است، مهربان و رحیم، بسیار رحم کننده است. و هو الذی، و الله ذاتی است که احیاکم، زنده کرد شما را، ثم یمیتکم، پس میمیراند شما را، ثم یحییکم، باز زنده میکند شما را. ان الانسان لکفور، ان الانسان، یقین داشته باشید که انسان که از بسیار ناسپاس است. لکل امه جعلنا منسکا هم ناسکوه، برای هر امت ما گردانیدیم یک طریقه عبادت، یعنی هر امتی یک شریعت خاصی داشت که از جانب الله برشان نازل شده بود. هم ناسکوه، اونا با مو شریعت خود عمل میکردن. فلا ینازعنک، پس امرای تو خصومت و منازعه نکنن، فی الامر، در مورد این مسائل. ودعو الی ربک، و دعوت کن مردم را به سوی پروردگارت. انک لعلی هدی مستقیم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو بر هدایت هستی، به هدایت راست. و این جادلوک، اگر اینا هم رای تو باز مجادله کردن، فقل الله اعلم بما تعملون، بگو که الله بسیار میداند آنچه را که شما عمل میکنید. الله یحکم بینهم یوم القیامه، الله فیصله میکنه در میانشان در روز قیامت. فیما کنتم فیه تختلفون، در آن چیزی که شما اختلاف میکردید. علم تعلم، آیا نمیدانید که ان الله، یقینا که الله متعال، یعلم و میداند ما آنچه را که فی السماء در آسمان است، والارض، و آنچه که در زمین است. ان ذلک فی کتاب، تمام این مسائل که از هیچ چیز تصادفی نیست، کل از این در لوح محفوظ نوشته است. ان ذلك علی الله یسیر، یقینا اینا بر الله متعال بسیار آسان است. و یعبدون من دون الله، و اینا عبادت میکنن بغیر از الله، ما لم ینزل به سلطانا، چیز را که به او کدام دلیل حجت ندارند، دلیل حجت نیست. و ما لیس لهم به علم، به چیزای مجادله میکنن که دو علم ندارن. و ما للظالمین من نصیر، و نیز برای ظالمان هیچ مددگار. و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات، وقتی که بر از اینا تلاوت شود آیات ما، دلایل ما، قرآن و سنت بیان شود، بینات که بسیار واضح و روشن است. تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، باز میبینید در چهره های مردمایی که کافر هستند منکر. چی رو میبینید؟ ناخوشی، چهرهشان یک قسمی باشه که قرآن هم خوششان نمیاد، سنت هم خوششان نمیاد، توحید هم خوششان نمیاد. یکادون یستون بالذین، یا نزدیک می باشد که اینا حمله بکنن، بالذین، بالای کسانی که الذین یتلون علیهم آیاتنا، اینا نزدیک می باشد که بالای کسانی که قرآن تلاوت میکنه سرزی حمله بکنن. قل بگو برشان افانبئکم بشر من ذلک، آیا ما بر شما خبر بدم بشر، به بدتر، من ذلکم از این کدن، النار، آتش دوزخ است. وعده الله الذین کفروا، که الله متعال وعید قرار داده بر کسانی که کافر شدند. و بئس المصیر، و بسیار بد جای است. یا
یا ایها الناس، ای مردم، ضرب مثلا، یک مثال بر شما بیان شده، فاستمعوا له، این مثال خوب گوش دان بتین. ان الذين تدعون، یقین داشته باشین او کسانی که شما طلب میکنین به اونا تسلیم میشین، قانونشان را تطبیق میکنین، من دون الله، بغیر از الله، لن یخلقوا ذبابا، اونا حتی یک مگس ساخته نمیتونن، ولو اجتمعوا له، اگر تمام از اونا جمع هم شوند یک مگس ساخته نمیتونن، و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منها، اگر یک مگس یک چیز از پیششان فرار بتن باز او را خلاص کرده نمیتونن، حتی از مگس هم نجات نمیتونن بتن. ضعف الطالب والمطلوب، هم خودشان که طلب میکنن یا هم ضعیف هستند و هم او کسی که مطلوبشان است، هم کسی که رهبر خود گرفتن معبود خود قرار دادن بغیر الله، او هم ضعیف است. ما قدر الله حق قدره، این مردم قدر دانی نکردن الله با حق تعظیمش. ان الله لقوی عزیز، یقین داشته باشین که الله متعال بسیار قوی است، عزیز بسیار غالب است. الله یصطفی من الملائکه رسلا، الله متعال ذات قدرتمند است که برمیگزیند، اختیار میکند، من الملائکه، از ملائکه، رسلا، پیغمبران را، و من الناس، و از مردم هم بعضی از پیغمبران را اختیار میکند. ان الله السمیع بصیر، الله متعال خوب میشنوه و خوب میبینه. یعلم ما بین ایدیهم، الله متعال میداند آنچه که در مقابل دستایشان است، و ما خلفهم، و آنچه که در عقبشان است. و الی الله ترجع الامور، و به سوی الله رجوع میشه تمامی کارها. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ارکعوا، رکوع بکنید، واسجدوا، و سجده بکنید، و اعبدوا ربکم، و عبادت بکنید به ربتان، و افعلوا الخیر، و فعل خیر بکنید، لعلکم تفلحون، شاید که شما رستگار شوید. و جاهدوا فی الله حق جهاده، و جهاد بکنید فی الله، فی سبیل الله، برای الله، بر خاطر رضایت الله، حق جهاده، جهاد حقیقی. هو اجتباکم، الله متعال شما را برگزید، و ما جعل، و نگردانید، علیکم بالای شما، فی الدین، در دین، من حرج، کدام سختی، یعنی تمام احکام الله بسیار آسان است، و اگر شما درباره قوانین دیگران مقایسه بکنید، قوانین دیگر بسیار سخت و مشکل است، اما آنچه که شریعت الله هست بسیار آسان است. ملت ابیکم ابراهیم، این ملت پدر شما ابراهیم علیه السلام است. هو سماکم المسلمین، ابراهیم علیه السلام شما را مسلمان نام گذاشته، پدرتان که پدر حقیقی تان است ابراهیم علیه السلام است، مسلمان ها را مسلمان نام گذاشته. به اساس چی مسلمان ما را میگه؟ به اساس وحی که از جانب الله هست. حالا مردم خود تغییر دادن، رنگ و رنگ نامه و لقبا را سر خود میمانند، از این خاطر اختلافات، مشکلات، جنجالا هستی، فلانی سی فلانی سی فلانی. الله متعال میگه بس است. یک کس پرساند که تو چی هستی؟ بگو من مسلمان هستم. رهبرت کی است؟ رهبرم رسول الله صلی الله علیه و سلم. کتابت چی است؟ کتابم قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. کلتان برادر و دوست میباشید. حالا کی خراب کرده که علی فلانی است، یک فلانی است، یک اما دشمنای اسلام سر مسلمان ها نامه را میمانن، بازیگران میخیزه یکی سر دیگه هزار نام میمونن. الله متعال میگه نکنین تو. اوسو کنین از اصطلاح پرستی و از نام پرستی و گپا. خدا حزب طایفه و گروه نکنین. فقط بگین چی از مسلمان است؟ رهبرم رسول الله صلی الله علیه و بنده الله هست. صحیح نه؟ هو سماکم المسلمون، او شما را مسما گردانید. الله متعال شما را مسلمان گفته، ابراهیم علیه السلام و اساس وحی الهی بر شما مسلمان گفته، رسول الله صلی الله علیه و شما را مسلمان میگفت. من قبل و قبل از این و فی هذا، و در این قرآن، لیکون الرسول شهیدا علیکم، در قرآن عظیم شان همی حکم است تا که رسول الله صلی الله علیه و بالای شما شاهد باشه. شاهد بر چی می باشه؟ در روز قیامت باز بگه خب تو که مسلمان بود، تو چرا نام مسلمانی تا تغییر دادی؟ خیسی نامایتن هزار نامای رنگارنگ سرت ماندی. نمای این ناما را. بسیاری علما خوش ندارن نامای زیاد. بعضی علما را این ناما و تو را که میگن تو سلفی هستی، تو وهابی هستی، تو فلانی هستی، تو فرقوی هستی، تو فلانی هستی، و تو مذهبی هستی، و تو بی مذهب هستی. میگن ناما را وسو کنین. فقط بگوین که من پیرو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان هستم، مثل که دیگه مردم مسلمان بدن. لیکون الرسول شهیدا علیکم، تا که باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد بر شما، و تکونوا شهداء علی الناس، و شما هم باز شاهد باشین بالای مردم. فاقیموا الصلاة، پس اقامه بکنین، نماز را برپا کنین، نمازتان را به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بخواین. و آتوا الزکات، و بتین زکاتتان هم. و اعتصموا بالله، و محکم بگیرین. خوب اعتصام، محکم گرفتن بالله، به شریعت الله، به حکم الله، به توحید الله. هو مولاکم، بهترین دوست شما، مولای شما، دوست حقیقی شما الله متعال است.
فنعم المولا، بهترین دوست الله متعال است که او را دوستان بگیرین. و نعم النصیر، و بهترین و خوبترین مددگار هم الله متعال است. الله متعال همو دوستی و محبت الله را نصیب ما و شما بگردانه. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.